سلام، خوش آمدین. امید دارم حال همه‌تان خوب باشه. شاید همه‌تان شنیده باشه که باید ذهنتان تغییر بدید تا زندگی خوبتر داشته باشه. و همه درباره تغییر ذهن حرف میزنن و میگن که ذهنتان باید تغییر بکند تا زندگیتان بهتر شود. ولی هیچ وقت ندیده کسی بیاید درباره خود ذهن صحبت بکنه که ذهن چی است. و او خاطر ما برای شما امروز این موضوع رو انتخاب کردیم که درباره ذهن به شما توضیح بدم که ذهن چی است و چطوری کار میکنه و چطور شما ذهنتان را بشناسی و راحت تغییرش بدی. و او خاطر ما یک پرزنتیشن کوتاه ساختیم که با هم دیگه میریم پرزنتیشن رو میبینیم تا آخر ما را همراهی بکنیم. بریم ببینیم. بخش اول، ذهن چیست؟ ذهن جایی است که تمام افکار، احساسات و تصمیم گیری های ما شکل میگیرد. درست مثل یک اتاق فرمان که تمام زندگی ما را کنترل میکند. به زبان ساده تر، ذهن چیزی است که ما با آن فکر میکنیم، احساس میکنیم و زندگی ما را هدایت میکنیم. خب تعریف ذهن فهمیدیم که ذهن چی است. میریم بخش دوم که خیلی مهم است. خب بخش اول دیدیم و فهمیدیم که ذهن چی است. بخش دو، ذهن چگونه کار میکند. که ما 3 قسم ذهن داریم. ذهن خودآگاه. این بخش ذهن چیزی است که در لحظه با آن فکر میکنیم. مثلا وقتی که یک تصمیم میگیریم یا حرفی میزنیم، یا یک تصمیم میگیری که جایی بری یا به کسی زنگ بزنی، ایره خودآگاه تصمیم میگیری. که ذهن ناخودآگاهتان مهمتر از ذهن خودآگاهتان است که بیشتر از 90% کل وجودتان کنترل میکنه. این بخش ذهن باورها، عادتها و خاطرات ما را ذخیره میکند. این همان جایی است که وقتی ناخودآگاه کار میکنید وارد عمل میشود. مثلا اگه عادتی داری، عادت بد داری، این عادت بد یک روزه شکل نگرفته، ایره قدر تکرار کردی که در خاطره بلند مدت تان رفته که همون ناخودآگاه میشه و ایره شما اتومات اجرا میکنی و هر چی میکنی ایره نمیتونی از این ناخودآگاهتان بیرون کنی. که در این باره ما باز بیشتر توضیح میدم درباره ذهن ناخودآگاه و خودآگاه. ما یک پرزنتیشن دوگام در یوتیوب ماندیم، اگه شما علاقه داشتی میتونی او رو ببینی. که یک ذهن دوگام داریم، ذهن ناهوشیار که مو ذهن ناخودآگاه میشه. این بخش کارهای مثل تنفس، ضربان قلب و فرآیندهایی که بدون فکر کردن انجام میدهیم را مدیریت میکند. که این مربوط ذهن ناهوشیار مربوط ذهن ناخودآگاه میشه که شما وقتی نفس میکشی، حتی اگه خواب میباشی، بدون از اینکه شما ازش آگاه باشی نفس میکشی، یا ضربان قلبتان، جریان خونتان، اینا را ذهن ناخودآگاه یا ذهن ناهوشیار کنترل میکنه. بریم طرف بخش بعدی. خب بخش دوم فهمیدیم که ذهن چگونه کار میکنه. بخش سوم، ذهن مثل یک باغچه است. تصور کنید که ذهن شما یک باغچه است. هر چیزی که در آن بکارید همان رشد میکند. خب ما یک مثل هم داریم که میگه هر چیزی که بکاری امور درو میکنی. و ذهنتان هم دقیق همی است. هر چیزی که در ذهنتان را تغذیه کنی، از هر چیز، از کتاب، از چیزای مثبت، امور را در زندگی روزمره‌تان اجرا میکنی. و اگه چیزای مزخرف بندازی، زندگیتان هم مزخرف میشه. خیلی ساده. اگر بذرهای مثبت مثل یادگیری، اعتماد به نفس و انگیزه بکارید، زندگیتان پر از گلهای زیبا می شود. اما اگر بذرهای منفی مثل ترس، ناامیدی یا تنبلی بکارید، باغچه‌تان پر از علفهای هرز خواهد شد. پس خیلی مراقب باشید که چی را گوش میکنی و ذهنتان را چه قسم تغذیه میکنی. که بریم طرف بخش چهارم. چرا ذهن مهم است؟ ذهن شما میتواند شما را به موفقیت برساند یا باعث شکستتان شود. اگر ذهن شما مثبت باشد، به دنبال راههای حل میگردد و زندگی بهتری می سازید. اگر ذهن شما منفی باشد، دائم دنبال مشکلات می گردید و زندگیتان پر از محدودیت می شود. خب بیام که خیلی واضح بود، حاجت به توضیح نداره. پس تا که میتونی ذهنتان با چیزای مثبت تغذیه کنی. بریم طرف بخش بعدی که بخش پنجم است و بخش آخر. بخش پنجم، چطور از ذهن خود بهتر استفاده کنیم. افکار منفی را شناسایی کنید. به جای من نمیتوانم بگویید من میتوانم یاد بگیرم. ذهنتان را تغذیه کنید. با یادگیری چیزهای جدید ذهن شما قوی تر می شود. تمرین کنترل ذهن. به افکارتان به عنوان یک ابزار نگاه کنید، نه چیزی که همیشه باید از آن پیروی کنید. و این خیلی مهم است، این جمله آخر، که هر چیز ذهنتان گفت نباید از او پیروی بکنید، چون ذهنتان 1000 دانه فکر میاره و این 1000 دانه فکر میتونه 1000 دانش اشتباه باشه. خب بیام یک پرزنتیشن کوتاه درباره ذهن. خدا کنه که چیزی یاد گرفته باشی. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ. تشکر.